می‌بینیم که ما این 9 بخش اصلی که در نظر گرفتیم محتوی چه سرفصل‌هایی هستش، هر کدام از این سرفصل‌ها چه زیرفصل‌هایی رو داره و با هم مورد بررسی قرار میدیم. ببینید دوستان، در واقع اون چیزی که در بخش اول ما میخوایم در موردش صحبت کنیم یک سری توصیفات کلی یا عمومی در مورد سیستم‌های هیدرولیکی هستش. اولین موردی که میخوایم صحبت کنیم بحث تعریف هیدرولیکه. ببینیم در واقع این هیدرولیک در علوم، در مراجع، در مباحثی که توی صنعت هست به چه صورتی تعریف میشه و این تعریف ها رو به صورت فرمولاسیون کنیم و ببینیم فرمولاسیون اونها به چه صورتی هستش. موضوع دوم در مورد سیستم های اوپن لوپ و کلوز لوپ میخوایم صحبت کنیم. ببینیم که بر اساس بسیاری از صحبت‌هایی که خیلی از دوستان در دوره‌های مختلف می‌کنن، ما نقاط ضعف و قوت و اشتباهاتی که نسبت به سیستم‌های اوپن لوپ و کلوز لوپ وجود داره و برداشت‌های نادرستی که هست رو با هم صحبت کنیم و ما مثال‌های مختلفی رو با هم بزنیم. در بخش بعدی سیستم‌های استشنری ثابت یا موبایل رو صحبت می‌کنیم، مثال‌های مربوطه رو با هم بررسی می‌کنیم. قسمت بعدی مزایای سیستم‌های هیدرولیکی رو میگیم، شاید بتونیم به اونها رو به صورت لیست و فهرستوار با شما بیان کنیم. در مورد هر کدوم از اونها یک توضیح مختصر رو به شما میگیم که یک سیستم هیدرولیکی اگر میخواید انتخابش کنید در صنعت ببینید که چه مزایایی داره و بعد از اون معایبش رو هم میگیم، یعنی در کنار مزایا معایبش هم بیان میشه تا شما کاملا بتونید از هر دو قسمت یک سیستم هیدرولیکی رو در کنار سایر سیستم ها در واقع مقایسه کنید. موضوع آخر بخش اول در واقع مقایسه سیستم های هیدرولیکی با سیستم های پنوماتیکی و سیستم های الکتریکال هستش و بعد بر اساس اون شما میتونید تقریبا بیان کنید که در هر پروژه‌ای با توجه به پارامترها و معیارهایی که خدمت شما میگیم یک سیستم هیدرولیکی انتخاب کنید، یک سیستم در واقع پنوماتیکی یا یک سیستم الکتریکال و این در واقع کل موضوعی هستش که در قسمت یک مورد تجزیه تحلیل قرار میدیم. بخش دوم دوستان مسائل مربوط به اصول اساسی و قوانین حاکم در روی سیستم های هیدرولیکی هستش. اولین مورد در واقع دسته‌بندی هیدروستاتیک و هیدرودینامیک در سیستم های هیدرولیکه، یعنی هیدرومکانیک به دو زیربخش هیدروستاتیک و هیدرودینامیک میشه. در مورد هر کدام صحبت میکنیم، ببینیم چه پارامترهایی مهمن تو هر کدام از این موارد و چه نکاتی رو باید مورد لحاظ قرار بدید. بعد از اون سراغ تعریف فشار در سیستم های هیدرولیکی میریم و قانون پاسکال رو به عنوان یک قانون بسیار مهم و کاربردی در سیستم های هیدرولیکی مورد بحث و بررسی قرار میدیم. بعد از اون سراغ در واقع قوانین تشدید نیرو و فشار میریم، مثال های مختلفی رو با هم مورد بحث و بررسی قرار میدیم و اهمیت این قانون تشدید فشار و نیرو رو با هم خیلی مفصل صحبت میکنیم و شما خواهید دیدش که چقدر مورد استفاده قرار میگیره. در مباحث تکمیلی هم بسیار کاربردی هستش و این روابط رو واسهتون فرمولاسیونشون رو می‌نویسیم و کاملا با هم مورد ارزیابی قرارش میدیم. موضوع بعدی در مورد دبی سیال هستش، چه به صورت نرخ جریان یا دبی حجمی، چه به صورت نرخ جریان یا دبی جرمی هستش. بر روی تخت من روابط رو براتون می‌نویسم، چه در مورد جریان‌های داخلی چه در مورد جریان‌های خارجی و روی بوردهای آموزشی هم کاملا ما بحث دبی رو با هم انجام میدیم، روابطش رو می‌نویسیم، زمانگیری‌ها رو و حجم‌ها رو به دست میاریم و کاملا این موضوع رو با هم مورد بحث و بررسی قرار میدیم. موضوع بعدی جریان‌های آرام و درهم هستن یا جریان‌های لامینار و جریان‌های آشفته هستند به عنوان معیارهای مختلفی که یک جریان آرام یا درهمه و ما در سیستم‌های هیدرولیکی چه تمایلی داریم که جریان‌ها آرام باشن یا درهم باشن و چه عواملی مهمن، چه اعداد بی‌بعدی میتونن جریان رو برای ما در واقع مشخص کنن که آرامن و درهمن و بعد از اون به عنوان یک پارامتر بسیار مهم در سیستم‌های هیدرولیکی مدول بالک یا در واقع ضریب
یا مدول در واقع تراکم پذیری یا مدول در واقع خاصیت فنری روغن ها رو با هم مورد بحث و بررسی قرار میدیم. قسمت بعدی که تو در واقع فصل دوم خیلی مهمه بحث ویسکوزیته هستش دوستان. ما گفتیم همونجوری که یادتون باشه و بعد اینها رو کاملا مثل سایر قسمت ها روی بورد و روی در واقع وایت بورد براتون می نویسیم که ویسکوزیته دینامیک و ویسکوزیته سینماتیک به چه صورتی تعریف میشن، چه دیمانسیون های مهم هستن از این ویسکوزیته و چه پارامتری مهمی هستش در انتخاب در فرآیندهای طراحی، نگهداری و تعمیرات. موضوع بعدی بحث انرژی و پاور هستش. موضوع انرژی و توان، همونجوری که دوستان میبینید رنگش رو تغییر دادم چون ما خدمتتون این موضوع رو توضیح دادیم که مباحث مربوط به انرژی مصرفی، انرژی های انتقالی، انرژی های تبدیلی و بحث های سیوینگ انرژی بسیار مهمند. یکی از در واقع پایه و اصول این دوره که ما با هم در مورد صحبت میکنیم و در مورد هر تجهیزی، هر طراحی من خدمتتون میگم بحث‌های سیوینگ انرژی چقدر مهمن، چون دنیای امروز بر اساس این داره شکل میگیره، ولی متاسفانه ما تو کشورمون با ریت کنتری داریم به این سمت میریم. ولی من سعی کردم انواع انرژی ها رو تو این مبحث خدمتتون بگم و در موردش کاملا با هم صحبت بکنیم. بحث کاویتاسیون رو با دوستان با هم صحبت میکنیم. یکی از پارامترهای خیلی مهم در تجزیه تحلیل سیستم‌های هیدرولیکیه. کاملا روابطش رو می‌نویسم و با هم به صورت مفصل در مورد کاویتاسیون مواردی رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. پدیده میکرودیزل هستش که یکی از انشعابات و شاخه‌هایی هستش که کنار کاویتاسیون مورد تجزیه تحلیل قرار میگیره و بحث وجود در واقع بابل‌های هوایی به عنوان ایریشن در سیستم‌های هیدرولیکی هستش که مورد بحث و بررسی قرار میدیم و این موضوع رو با هم پیش میبریم. قسمت آخر در بخش دوم بحث مقاومت در سیستم‌های هیدرولیکی هستش. من انواع مقاومت رو در سیستم‌های هیدرولیکی خدمتتون میگم و کلیه پارامترهایی که تأثیر میذارن روی بحث‌های مقاومت رو با هم پیش میبریم و بر اساس همون این موضوع رو کاملا مورد جمع‌بندی قرار میدیم. در نرم افزار شبیه ساز هم این موضوع رو کاملا شما خواهید دیدش. در بخش سوم دوستان قسمت اول در مورد پمپ‌ها صحبت میکنیم. دسته‌بندی پمپ‌های هیدرولیکی رو با هم پیش میبریم. من انواع پمپ‌ها رو چه به صورت دینامیکی چه به صورت در واقع دیسپلیسمنت و پمپ‌های دبی ثابت و متغیر رو با شما در واقع پیش میبرم و انواع اونها رو با هم مورد بحث و بررسی قرار میدیم. قسمت بعدی پمپ‌های دندانه‌ای چه به صورت دندان داخلی و دندان خارجی رو مورد ارزیابی قرار میدیم. شکل‌های مختلف رو و کاتالوگ‌ها رو با هم میبینیم. بعد از اون سراغ پمپ‌های تیغه‌ای یا پمپ‌های وین پمپ‌ها میریم که در صنعت هم به عنوان پمپ‌های کارتریجی بعضی وقتا نامگذاری میشه. این دسته از پمپ‌ها رو بررسی می‌کنیم. بنت اکسس پیستون پمپ‌ها که پمپ‌های بسیار دوستان متداول و پرکاربردی در صنعت هستش رو با هم پیش میبریم و فقط نکته بسیار مهم اینه که ما سعی می‌کنیم در بحث مربوط به پمپ‌ها دوستان بحث پمپ‌های فیکس دیسپلیسمنت رو می‌ریم، پمپ‌های دبی متغیر، چون خانواده خیلی گسترده‌ای از پمپ‌ها هستن. روی مباحث تکمیلی در مورد صحبت می‌کنیم و بسیار مهمن، نمودارهاشون مهمن، ولی بخوایم اگر در مورد موضوع صحبت کنیم نیازمند یک پیش‌فرضایی هستش که این رو می‌ذاریم در مباحث تکمیلی. و بعد از اون سراغ چی میریم دوستان؟ بعد از اون سراغ پمپ‌های پیستونی دبی متغیر یا سوش پلیت‌ها میریم و در انتها معیارها و مبناهای انتخاب پمپ‌ها رو با هم مورد بحث و بررسی قرار میدیم. در قسمت مربوط به مخازن من وظایف یک مخزن در واقع هیدرولیک رو ابتدا میگم. بعد از اون وظیفه بافل پلیت ها رو در داخل مخازن هیدرولیکی براتون بیان میکنم و کاملا این موضوع رو میگم و حتما در موردش یک جزئیات خیلی مهمی رو میگم. یک نکته خیلی مهمی از دوستان، متاسفانه در صنایع مختلف و پروژه‌های متفاوت که ما میریم مخزن به عنوان تجهیزی در سیستم‌های هیدرولیکی شناخته میشه که خیلی بهش بها داده نمیشه
ولی اکثر عیوبی که در سیستم‌های هیدرولیکی حادث میشه ریشش در تمهیداتیه که در مخزن دیده نشده است. لذا باید حتما شما در مورد مخزن یک دقت لازم رو داشته باشید که من در مبحث مربوط به مخازن هیدرولیکی این موضوع رو کاملا با شما مورد بررسی قرار میدم. موضوع بعدی دوستان بحث مربوط به ریتن لاین ها هستن. انواع ریتن لاین ها رو در مورد مخازن با هم صحبت میکنیم. بحث المان هایی که روی یک مخزن هیدرولیکی نصب میشه رو مورد تجزیه تحلیل قرار میدیم و در واقع پوزیشن ها یا استکینگ های ورتیکال و هوریزونتال که نوع چیدمان در واقع اجزای سیستم هیدرولیکی روی مخزن هست رو با هم میبینیم و در انتها بحث نمونه های از مخازن هیدرولیک رو با هم مورد بحث و بررسی قرار میدیم. موضوع بعدی دوستان در مورد فصل 4 هستش که شیرهای تنظیمه یا شیرهای محدود کننده فشار هستند. من به عنوان اولین و پرکاربردترین شیرهایی که در صنعت مورد استفاده قرار میگیرن بحث شیرهای پرشر ریلیف والو یا شیرهای محدود کننده فشار هستند. دلیل این که این مبحث رو گذاشتم پشت پمپ‌ها مخازن به دلیل این هستش که ما وقتی میخوایم سیستم هیدرولیکی رو بچینیم باید المان‌ها رو از مخزن شروع میکنیم تا عملگر و بر اساس همین چون شیرهای محدود کننده فشار دوستان در واقع سیفتی و ایمنی یک سیستم هیدرولیکی رو مد نظر داره اونها رو اومدیم در یک بخش به صورت مفصل با هم مورد بحث و بررسی قرار میدیم، نمودارهاش رو میبینیم و مورد ارزیابی قرار خواهیم دادش. پس موضوع بعدی در بحث فصل 4 ما منحنی مشخصه شعار PRV یا پرشر ریلیف والو هستند. وقتی منحنی مشخصه رو کامل بهتون گفتم دوستان بحث آنالیز تقسیم جریان رو در موردش صحبت میکنیم در مورد سیستم‌های هیدرولیکی. بعد از اون تلفات حرارتی رو در شیرهای ریلیف والو با هم مورد بحث و بررسی قرار میدیم و بر اساس این تلفات حرارتی خانواده جدیدی از شیرهای هیدرولیکی به اسم پایلوت اپریتد پرشر ریلیف والو یا ریلیف های پیلوتی رو مورد بررسی با هم قرار میدیم و کانفیگ های مختلف پرشر ریلیف والو رو با هم پیش میبریم. یعنی من در انتها که تمام موارد رو خدمتون گفتم حالت‌های مختلف نصب رو که به صورت اینلاینی هستش، فلنجی هستش، مدولار هستش، ساندویچ پلیت هست یا هر شکل دیگر رو با هم در انتهای بخش 4 مورد بررسی با هم قرار خواهیم داد. موضوع بعدی در بخش 5 دوستان بحث عملگرهای خطی و دورانی هستند. در ابتدا من تعریف عملگرها رو با هم در واقع پیش میبریم و براتون بیان میکنم. تقسیم بندی عملگرها بسیار مهمه دوستان، اون رو در بعد از توصیفات و تعریفات کلی عملگرها بیان میکنم. بعد از اون سراغ عملگرهای خطی میریم. انواع گرافیک یا در واقع شکل‌ها و نمایه‌هایی که برای نشان دادن عملگرها هست بر اساس استاندارد ایزو 1219 پیش میبریم. هیدروموتورها رو به عنوان شاخص بسیار مهم از عملگرهای دورانی مورد بحث و بررسی قرار میدیم و در انتها چندین کاربرد متفاوت از هیدروموتورها رو با هم مورد تجزیه تحلیل قرار خواهیم دادش. بخش 6 دوستان در مورد شیرهای دایرکشنال کنترل والو یا شیرهای کنترل جهت یا جریان سیال یا کنترل سمت و سوی جریان هستش. اولین بخش نیمینگ یا نامگذاری شیرهای در واقع کنترل جهت رو هستش با هم پیش میبریم و در مورد صحبت میکنیم. انواع شیرهای در واقع کنترل جهت رو بعد از اون با هم صحبت میکنیم. قسمت بعدی شیرهای راه دهنده به عنوان نیروهای تحریک رو ببینیم به چه صورتی هستش. یک نکته بسیار مهم در مورد دوستان شیرهای راه دهنده یا دایرکشنال کنترل والو اینه که ما بتونیم با حد اقل در واقع شیرهای دایرکشنال کنترل والو بتونیم اون نتایج مطلوب رو در عملگرها بگیریم و این خیلی مهمه. لذا بر اساس اون تمام تقسیم بندی شیرهای دایرکشنال کنترل والو رو با هم بررسی میکنیم. من همه این در واقع مدارها رو روی وایت بورد با هم در واقع ترسیم میکنیم، حالتهای متفاوت رو میبینیم. بعد از اون در واقع سراغ
تجزیه تحلیل‌های نرم افزاری میریم و در انتها کاملا این مدارها رو روی بردهای آموزشی میبندیم و شما میتونید نتایج این سه قسمت مختلف رو و همگرایی بین نتایج رو به صورت کامل ببینید و این باعث میشه که این موضوعات ملکه ذهنتون بشه و از این بعد بتونید به صورت کامل در صنعت یا در اون جایی که هستید و سیستم هیدرولیکی دارید مورد استفاده قرار بدید. موضوع بعدی که در مورد صحبت میکنیم بحث نشتی و ملاحظات نشتی در سیستم‌های هیدرولیکی و مخصوصا شیرهای کنترل جهت هستش. پیستون اورلپ به عنوان یک معیار بسیار مهم در سیستم‌های هیدرولیکی خاصه در مورد شیرهای دایرکشنال کنترل والو رو با هم مورد تجزیه تحلیل قرار میدیم. بسیار مهمه. چرا؟ چون آستانه ورود به مبحث پروپورشنال والوها هستند و حتما در موردش با شکل‌های متفاوت این موضوع رو مورد بررسی قرار میدیم و قسمت آخر هم افت فشار در شیرهای کنترل جهت خواهم بودش. فصل هفتم در مورد دوستان شیرهای در واقع نان ریتن والوها یا شیرهای یک طرفه یا سوپاپ‌های یک طرفه خواهد بود. ابتدا من یک دسته‌بندی از انواع شیرهای یک طرفه رو خدمتتون در واقع توضیح خواهم داد. بر اساس همون عملکرد شیرهای یک طرفه مورد بحث و بررسی قرار میگیره. شیرهای پایلوت اپریتد نان ریتن والوها یا شیرهای یک طرفه پیلوتی رو به عنوان دسته اول و تکمیلی شیرهای در واقع یک طرفه با هم مورد بحث و بررسی قرار میدیم. دلاکبل والوها که شیرهای بسیار پرکاربردی هستن رو بعد از اون با هم میبینیم، ساختمان داخلیش رو میبینیم، در سیستم‌های هیدرولیکی جانمایی میکنیم و میبینیم که پیلوت اون به چه صورتی باید تحریک بشه و به چه صورتی وارد مدار میشه. قسمت ما قبل آخر در فصل هفتم مربوط به پایلوت دابل نان ریتن والوها هستش یا بلوک‌های دوبل نان ریتن والوها هستش و کاربرد اونها رو باید ببینید. قسمت آخر هم بحث شیرهای شاتل والو هست که من یک توضیح مختصری خدمتتون در مورد شاتل والو خواهم دادش. بحث بعدی یا قسمت بعدی در مورد شیرهای کنترل جریان هستش. تو فصل 8 ما یک کانسپت خیلی مهم در مورد شیرهای کنترل جریان میگیم. موارد مربوط به افت فشار و تغییرات و سرعت و ترم‌های انرژی رو به عنوان مفاهیم پایه‌ای بیان می‌کنیم. چیدمان و جانمایی شیرهای کنترل جریان رو بعد از اون با هم صحبت می‌کنیم و بعد از اون وقتی چیدمان رو من خدمتتون توضیح دادم سراغ انواع شیرهای کنترل جریان میریم. بعد از این در واقع یک نکته بسیار مهم رو با هم مورد بحث و بررسی قرار میدیم و اینکه یک شیر کنترل جریان وابسته به بار یا مستقل از بار. بر اساس همین چیکار میکنیم؟ دو دسته متفاوت از شیرهای کنترل جریان رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم و روابط و معادلات حاکم رو برای اونها مینویسیم. در دسته بعدی پرشر کامپنسیتور فلو کنترل والو ها رو میریم یا شیرهای کنترل جریان با جبران کننده فشار. دوستان نگاه کنید، یک موضوع خیلی مهمه. ما بحث بالانسرها یا کامپنسیتورها رو خیلی مبسوط خدمتتون میگم. چرا؟ چون من در صنایع مختلف بسیاری از آدم‌ها رو دیدم که سالیان سال دارن باش سیستم‌های هیدرولیکی کار میکنن ولی متاسفانه به دلیل اینکه آگاهی ندارن که در یک قطعه یا تجهیز هیدرولیکی چه اتفاقی داره میفته برداشت‌های نامناسبی از اون قطعه میکنن و این باعث میشه که به صورت نامناسب در جای خیلی غیر مهندسی اون قطعه رو جانمایی کنن یا بعد از اینکه جانمایی میکنن آسیب‌های زیادی به سیستم وارد میکنن. پس سعی کردم بحث مربوط به کامپنسیتورها رو خیلی کامل و مبسوط خدمتتون بگم و بر اساس همون چیکار میکنیم؟ این دانش و سطح دانش شما رو بسیار در مورد این مسائل بالا میبریم که بهتون بسیار کمک خواهد کردش. موضوع آخر در بخش هشتم بحث پری و پست کانفیگوریشن ها هستش که همین کامپنساتورهایی هستش که به صورت پری و پست توی سیستم های هیدرولیکی جانمایی میشه. در فصل نهم که فصل آخر هست، تقریبا بگیم فصل آخر، شیرهای کنترل فشار رو ما صحبت میکنیم. انواع شیرهای کنترل فشار رو با هم در واقع در موردش صحبت میکنیم. میریم ببینیم بر اساس این انواع چه اتفاقی توی مفهوم نیروی تراکتیو هستش. ببینید دوستان، در مورد شیرهای فلو کنترل والو
براتون کاملا توضیح خواهم دادن که این شیرها در مودهای از عملکرد سیستم هیدرولیکی دارای عیب و نقصان هست و این نقصان توسط دسته جدیدی از شیرها پر میشه که بهش شیرهای پرشر کنترل والو میگن. این شیرهای پرشر کنترل والو توی تراکتیو فورس ها یا نیروهای گسیختگی یا نیروهای کششی خودشون نشون میدن. ما اونجا توضیحات لازم رو خدمتتون در اون بخش خواهیم دادش. موضوع بعدی دوستان بحث مربوط به کانتربالانس والو ها هستن. دسته بسیار مهمی از شیرها هستن به عنوان شیرهای ضد وزنه یا خنثی کننده وزنه که کاملا با هم در مورد اون صحبت خواهیم کرد. شیرهای سکونس والو یا شیرهای توالی و تقدم و تأخر با این اسمای متفاوت همواره تو صنعت در واقع در موردش صحبت میشه. دسته دیگه از شیرها هستن که با هم صحبت میکنیم. شیرهای در واقع تنظیم کننده فشار یا پرشر رگولیتینگ والو ها هستن که بسیار مهمن و توضیحات کاملی رو خدمتتون میگیم و در آخر شیرهای ردیوسینگ والو 2 و 3 رو با هم مورد بحث و بررسی قرار میدیم. ببینید دوستان تقریبا خیلی از مطالبی که در ابتدای امر در هنگام مواجهه با سیستم‌های هیدرولیکی است ما براتون بیان میکنیم. اگر میبینید قسمت‌هایی رو مبسوط میگیم این به دلیل اینه که در پروژه‌های متفاوت این تجربه برامون حاصل شده که باید این قسمت‌ها براتون کاملا با دیتاهای بیشتری توضیح داده بشه. چرا؟ به دلیل اینکه دیدیم چقدر این مسائل آسیب‌های جبران ناپذیری به سیستم‌های هیدرولیکی وارد کرده. پس بر اساس همین اومدیم این دسته‌بندی رو خدمتتون بیان کردیم و میریم انشاءالله قسمت‌های مختلف رو با هم می‌بینیم و ببینیم که هر کدومش به چه صورتی بتونه به شما کمک‌های لازم رو داشته باشه.